باز امام مسلم در صحیح خودش آورده در فضیلت امام ابوبکر الصدیق. محمد بن جبیر بن مطعم از پدرش نقل می کند که زنی از رسول الله صلی الله علیه وسلم چیزی را پرسید. زنی از رسول الله چیزی را پرسید، رسول الله دستور داد، فرمود دوباره بیا تا اون مطلبی که پرسیدی پاسخت بدهم. فقالت یا رسول الله ارأیت این جئت فلم اجدک. اون زنه گفت ای رسول خدا، اگر من آمدم و شما را نیافتم چیکار کنم؟ یعنی چی نیافتم؟ یعنی اگر اومدم شما فوت کرده بودی. قال ابی، میگه پدرم میفرماید که انها تعنی الموت، انگار این زنه منظورش این بوده که اگر فوت کرده بودی. قال فإن لم تجدینی فأتی ابا بکر، اگر منو نیافتی بیا پیش ابو بکر. یعنی چی؟ یعنی دیگه ابو بکر بعد از من جانشین من است. اگر منو نیافتی ابو بکر را خواهید یافت. این دلیل صریح و روشن. این دلیل صریح و روشن. این البته این حدیث در صحیح امام مسلم آمده، در صحیح امام مسلم، و همچنان که گفتم حدیث 2386 در باب چی؟ در باب فضائل ابوبکر صدیق. رافضیان دشمنان خدا و رسول، دشمنان قرآن، دشمنان سنت میخواهند کاری کنند اما خودشون، یعنی چاله را میکنند اما خودشون در قعر آن قرار میگیرند. تصور میکنند با کارهایی که میخوان انجام بدهند نتیجه بگیرند، اما نتیجه عکس خواهند گرفت. یعنی اگر این احادیثی که در مورد ابوبکر صدیق وجود دارد، اگر در مورد نصف آن، 1/1000 آن در مورد امام علی بود که دنیا را، یعنی با سر و صدا و غوغا دنیا را، یعنی گوش دنیا را کر کرده بودند، ولی اهل سنت نه. این مطالب به این وضوح وجود دارد، هنوز میگویند رسول الله کسی تعیین نکرده صلی الله علیه وسلم. درسته به صورت عمومی اعلان نکرده، اما با رفتارش و با گفتارش و با کردارش معین کرده.